ناموس ما الان تو شهرستانیم، تو ناز و نعمت بزرگ شدیم. بابا فکر کن مگه از زندگی داخل آدم خبر داریم بابا؟ اتفاقا خیلی خوبه که گریه میکنی، چون چیزی که الان داری میگی زندگی یه عده است که در همین لحظه دارن تجربهش میکنن. بابا هیچ آدم موفقی اگه چند سال میبینی که توی جایگاهی هست موفقه، هیچ وقت راحت مفت آسون به دست نیاد، اصلا نیومده. میگم نداریم آقا، چیزایی که راحت به راحت هم میره تو یه سال میتونی دووم بیاری. 20 سال دارم زحمت میکشم، 20 سال تلاشم، اینا رو هم بیا ببین. نه یا بگو بابا باشگاهی که داری تمرین میکنی اگه منم بودم خوب میشدم، پول پدریت بود، یا اسپانسری که تو داری منم داشتم. نه، این مال الانی که تو داره میبینی. قبل و بک بزن ببین، تو سرچ کن ببین زندگی نامه موسی اسون به چه صورت بوده، اونا رو ببین. با همه بدبختی ها و مشکلاتی که تجربه کردی، همه اینا رو هم دیگه ارزشش رو داشت. من الان اگه بخواستم اونجا باشم باید یه کشاورزی بودم که یه زندگی که خب شاید همه الان دارن، منم باید تو این شرایط بودم. پس هر آدمی یه نقطه قوتی داره مطمئن، فقط باید به خودت بیای، اون انرژی تو، اون تارگت تو، اون استمرار تو، اون تلاش تو انقدر ببری بالا که بگی من میخوام دیگه. چیزی که بخوای مطمئنم به دست میاد.